امروز میخوام بهتون نشون بدم که چی شد این تبدیل به این شد. توی قسمت قبل براتون گفتم که این سنگ اوپال فقط میتونست کله آدم فضایی باشه. پس باهاش یه دستبند آدم فضایی ساختم. یه دستبند آدم فضایی که کلش سنگ اوپاله. توی این قسمت میخوام با استفاده از تکنیک هایی که بلدم چند تا المان جدید رو بهش اضافه کنم. اهرام مصر و 2 سفینه فضایی چیزهایی بودن که به کار اضافه کردم. زمانی که رشته‌ام برق بود با قطعات الکترونیکی زیادی آشنا شدم. یکی از اونها دیود زنر بود. دیود زنر با رنگایی که داشت و اون روکش شیشه‌ای جذابش میتونست تداعیگر یک باتری اتمی باشه. پس اون رو کاشتم توی کار. و در نهایت جریان رو بین باتری و بیگانه با این مینای سرد سبز برقرار کردم. قلب بیگانه روشن شد و این هم انتهای کار بود. اگه این ویدیو واسهتون جذاب بود اونو حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. و اینکه همین. مرسی.